سلام، خوش اومدید به گیم پلی بازی رزیدنت ایویل 4 بخش ایدا چپتر 2. چپتر قبلی خیلی حال داد. بریم ادامه بازی رو داشته باشیم. من با کلیک کنم تا این بره. یه مشکلی پیش اومده. محققمون توسط ایلومیناتوس ها شناسایی شده. داری راجع به اون اسپانیایی حرف میزنی؟ الان کجاست؟ اون دستگیر شده و در یکی از لوئیس رو خانه‌های میگه. متروکه در شمال شرق دهکده زندانیه. تا زمانی که نمونه رو برامون پیدا نکرده نباید کشته شد. نیازی نیست بهم یادآوری کنی. لوئیس سرا. فکر کنم کار سختی در پیش دارم. خب چپتر 2 رسکیو لوئیس رو نجات بده. بریم هم دیگه مرحله دوم هم بازی کنیم. بگردیم اول اینجا رو. پیشش نمیشکنه. سلطان، شما این دوبله رو بازی کردین یا اون یکی دوبله یه خورده جدید تره؟ همونی که روی چیز هست نونوری بود رفت روی خوش اومدی غریبه. نسخه اچ دیشه یه خورده جدید تره. چیزای خوبی برای فروش دارم غریبه. چی میفروشی؟ اینا رو میشه ترکیب کرد گرونتر فروخت، فعلا نمیفروخت. چی میخری؟ اینکه پول منون نمیرسه. اینو ولی آقای میرسه. کمینه. متشکرم. الان میگه صبور باشین، من اینجا رو یه خورده مرتب کنم. متشکرم. فعلا دیگه پول چیزیه یا نداریم. بازم ببینمت غریبه. خب اینوری رو داریم، اونوری هم داریم. خب اینوری مسیر اصلیه، بذارین اونوری اول بگردم. داشتم میگفتم شما اصلا دوبله بازی کردین یا زبان اصلی؟ زبان اصلی این نسخه اگه اشتباه نکنم موسش کار نمیکنه. من خودم اولین بار داشتم اینو بازی میکردم، اون بخشش که سنگ هول میدن باید ازش فرار کنیم با لیون، اونجا یادم 2 تا 6 می آورد سر صفحه سر کویک تایم ایونت. هیچ وقت نمیدونستم باید چی بزنم. آره خلاصه اونجا رو گیر کرده بودم، ولی تو انجمن بازی سنتر بچه ها گفته بودن که اونجا رو باید 2 تا شیفت کیبورد رو بزنین تا اینجا رو بشه رد کرد. یادش بخیر چه دورانی بود. بعد من اولین بار که این بازی رو بازی میکردم نمیدونستم با کدوم میدوه، همینطوری کل بازی رو راه میرفتم. آره این مدلی کل بازی با لیون همینطور راه میرفتم. کنین دشمنا دنبالم بودم، بعد من اینطوری با اون سردی راه میرفتم. اوه اوه. بعد اونوری کجا میرفت؟ طبیعتا اینوری بس با بنبست باشه دیگه. این نخونم به چخه. میشد اینا رو زد. Would probably climb down
I have to take care of Mr. فلان لقب چیز بود. خب. بریم اینو بفروشیم به تاجر. چی میفروشی؟ چی میفروشی؟ حاضرم من براش هر قیمتی رو بدم. متشکرم. متشکرم. همش همین. تخم طلارم فروخت. خب الان باید اونوری بریم که اره برقی هم منتظرمونه. این گوگلیو که این اومد داخلین. با اون داخل اجاق گازه بود، من یادم نبود. بیا 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 بیا. آفرین. واه یه لحظه فکر کردم زد ها. خدا بیامرزتش. چقدرم تیر از من گرفت. خب اینم از تو. واه کردم میشه بهش لگت زد. ای نبود. یه فرقی بین این اره دارا با بقیه است اینه که بقیه بعد مردن آب میشن میرن تو زمین ولی اینا نمیره. این تیره رو هوا مونده. خب اینجا هم یه دونه لونه دیدم. بعد هر شلیک باید ریلود کنی. قانون نوشته گیمرها. این تو هم فکر کنم یکی از بعد داشت. من انقدر اینو بازی کردم حفظم دیگه. منو دیگه دار نشتم منو بگیره. اوه اینجا یه عالم منتظرم. یه دقیقه نیاین من اینو بزنم دونه بدونه. هم جعبه بود. امیدوارم مار نباشه. نه نیست. خب بعضی وقتا من دارم ویدیو میگیرم انقدر که کامپیوترم قرازه است میرم میبینم ویدیو اصلا ضبط نشده خرابه. چون این یه جاش یه لگ بخوره ها کل ویدیوی الان FPS تکون نمیخوره. من حس میکنم ویدیو خراب. مثلا یه چک بکنم. نه مثل اینکه واقعا داشت ضبط میشد. آخه کامپیوتر من یه خورده قرازه است و بعضی وقتا ضبط میکنم میرم میبینم ضبط نشده. بعد خیلی حرص داره که یه تیکه رو بازی کنی رد کنی بعد ببینی فیلمش ضبط نشده. هسته دیگه چند تا رو من میتونم همزمان هندل کنم. اینم از تو.
اینم از تو. اوه اینجا که چیزی نداره. دوباره برگشتیم به روستای زیبامون. بازم کلی دشمن طبیعتا اینجا هست که من نمیخوام بزنم چون وقتم از سر راه نیاورد. میگردم اگه آیتمی بود میگیرم. البته ای بابا میذاشتید 2 دقیقه حرفم بگذره. پشت در بود. نزدیک بودا. ای بابا ای بابا چی کار دارین میکنین؟ شاد کنم هم تیرش همه دلم نمیاد استفاده کنم ولی خب این آیتم ها رو بگیرم پیچ تیر کنم. من روزار پنجره رو میزنه بشکنه. نوب خب اینجا جعبه هست. ببینید طمع کنید بچه ها باید این تاوان ها رو هم بدینم. الان دنبال آیتم ها میگردم. اون طرف دشمنام هم بزنن منو پاره کنن. بیا برو داداش من حوصله‌تو ندارم. مرغ اونجا چیکار میکرد خدا میدونه. نگید که کسی پشتمه. اوه 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 چه سریع من پلا میام پایین. ولم کنید دیگه 2 دقیقه بذارین به حال خودم باشم. اینطور رو گشتم. بی پدر پشت در این یه دور دیگه کار نبود تو بیای تو. بچه اینا وقتی پشت درم میشه انقدر زدشون که کتلت شد. خب الان که من گند زدم میر دیگه خور سگ. بالاخره تموم شد. بالای سقف اون چطور؟ آه اینطوری میشه. بگیر دیگه حالا تو اونجا چیزی نداره نه. او اونجا جعبه است.
از این. خالی بود. عالی. یه دور دیگه اینطور بالا رو برم ببینم چیزی نه. بله داشت. یه شاتگان ارزش بالا اومدن رو داشت. طبیعتا تو کلیسا نباید رفت چون یه دور بودم. بشی تخمه. دهن منو به فوش باز میکنن. اگه یه دور دیگه منو میزدی یا بمیر دیگه بابا. تو یه دونه نصف جون منو بردی. معنی داره؟ خیلی اوزام خراب. بعد از تاجری اسپری بخرم. فکر کنم درست اومد. یه ذخیره بکنم. تخمه مار. ای وای چرا یوز کردم. اشکال نر. یه دور دیگه بازی رو لود. تخمه مرغ طلایی بود. کلی پولش بود. بیا دیگه تخم نمیذارم. شانس ماه. بیا اینجا بینم. خیلی زیاده. یه دونه نارنجک بندازم اینم. دوتا دارم. این هنوز زنده است. اینجا یه جواهر دیدم بالا سرمون. کلشون میکشی چقدر حال میده. همش پول بود. این بالا هم که یکی هست قطعا که نیست. دایه شدم. اگه اشتباه نکنم باید اونوری بریم. اینجا ولی آیتم هست. واه تخمه طلا بالاخره گرفتم میشه. اگه اونورام دیگه چیز دیگه ای بود من خدا وکیلی حال گشتن ندارم. دستم انقدر میلرزه. نارنجک. خب این ولی باید رفت. نه پس دیگه قطعا اون یکی در.
اه. ترسیدم. چقدر از اینجا از اینا گذاشتن بیتون بلاها. همینجا بود فکر کنم تخت سنگ مینداختن تو بخش لیون البته. هیچی نداره اینجا. کیفیت درخت‌ها رو برگاشون دوبولی انگار. و اینجا دوستای دینامیتیمونو داریم. اینا اینقدر دستم خوب است بزنم به دستش. خیلی موسش حساسه. نمیشه، خیلی سخت. خدا بیامرزته. از بود و ترسیدم. بیا خوبه انقدر گاون همدیگه رو میزنن. اوه 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 اوه. برم که اینجا موندن خطریه. خدا پدرتو بیامرزه اینا رو باز ما میزنیم. بیا بابا گن زدم خدا وکیلی. بابا بس دیگه. همدیگه رو بزنین دیگه بابا. من چه دمیجی هم میخوام برم تو کلبه. دلغک زودتر میمردین دیگه بابا. تک خورد هم یه تیر دیگه حرومت. هیچی نداشت که اینجا. اینم علکی اومدم. اوه فکر کنم باید اینجا می اومد. اوکی مقصد جدیدمون هم مشخص.
اینجا هیچی نداره. چرا داره. ای بابا هنوز شما تموم نشدین؟ داخلین؟ آره اینجا سیوه، باز چی باید دشمن باشه؟ همین یکیه؟ اینا رو باز کنیم. یه دونه تفنگ تک‌تیر اندازم باید بگیرم. خب به پیش میریم. بیا جلو بینم. عثمان نشین که باش آقا، تو جا خالی دادن خوبه، بالاخره که میخوره. والا این درش باز نمیشه، اینم ما میگیریم. خب حالا باید برگردیم اگه اشتباه نکنم. بله وقتی دشمن اونجا منتظر طبیعتا راه درست همینه دیگه. اوه دینامیت هم داره. لگدو بزن بابا. من ریدم تو کنترل این بازی. هم که با ناز میدوه. یه بلکن ما که مجبور نیستم اینا رو بزنم. اینجا چیزی نیست، فقط واه جا خالی هایی دادم. تو رزیدنت ایویل 5 هم همینه، بعضی جا باید فرار کرد. الکی بیکاریه اگه بایستیم. یه شات کنم اینجا افتاده بود برا خودش. اینا رو جدید دوباره گذاشت برا ما. هر سری ما میایم اینجا آیتم جدید میذاره، دوباره آیتم ها رو میذاره. همین ولی باید رفت. به پاشون میزنیم بعد در میره. نظرتون چیه؟ بابا بیفتین دیگه. داری ریلود کنم. کافشن لیونو پوشیده. الان واقعا باید اینا رو بزنم. من تنبلتر از این حرفم. شیشتی انداختم نصفشون نخورد. این نارنجک اینجا میطلبه. چند تا رو با هم فرستادم هوا. بیا برو بمیر دیگه بابا.
حالا ما کدوم ولی رفت؟ این همه توی شات کنم بزن یه خورده استفاده کن. کله اون یکی رفت بنده خدا. بیایم This looks like Leon's jacket. Why he... چرا اون پوشیدتش؟ من لهجه انگلیسیم ریده. خب اینجا چیزی نیست. نه. اینجا هم که چیزی نداره، اما مستقیم باید رفت. Hay un rumor que hay un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se curará de la ruta. Decir la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. فکر میکنم تا من خودم هستی. با این حال هنوز غریبه. یادت نره که اگه ما رو عصبانی کنی باید به سختی مجازات بشی. صدایی داره. پس باید خیلی حواستو جمع کنی و مراقب رفتارات باشی. چی؟ خون؟ وقتی بازی رو 100 بار انجام دادی. یه تیر زد تو مخ عکس سدلر. به به. چی زد اینو؟ یادم نمیاد. اوه یه دونه از همینا زد. ای نزدم. به به. پای بانو زدن. خب یه دونه رو زدیم. بریم برای بقیه.
هسته دیگه. خب تموم شد. تموم نشد مثل اینکه. برو پایین. بابا بی خیال. مرد. آره. بازم اینجا. خب پایین کجا میره؟ خب طبیعتا بس باید اونوری رفت. بس سلطان اینا رو نباید کاریش کرد. دیسلایک لیف فلان. خب مثل اینکه ما باش کاری نداریم. خوش اومدی غریبه. ایدای خوب چی فروشی؟ چی میفروشی؟ بذار من فکر کنم اونا رو میشه روی این زد. بازم بدی. نه اگه اشتباه نکنم بکنین اینا رو میشه با اینا نکنین چیز کرد. اینا اون جواهرایی که پیدا کردیم و گذاشتم این رو. الان قیمت این ماسک خیلی گرونتر میشه. چی فروشی؟ حاضرم براش هر قیمتی رو بدم. متشکرم. باش همینه؟ بدون از اینا بگیریم. توجه اینکه ما زیاد میمیریم. متشکرم. متشکرم. اجازه بدید یک دقیقه صبور باشید. الان خال تمیز کردن نه بعدا تمیز. متشکرم. خب کلیدم گرفتیم. اینم که فعلا خاموش. خب بریم دره رو باز کنیم. خب بزن که بریم. این بالا ها نداره نه. اینجا جاییه که همون قد بلنده و لیون با هم دیگه فایت سمگین میکنن. بیام اینا رو بگیرم. SUV هم دارم میخورد. اوه 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 اوه. Come closer. یا نزدیکتر. بیا 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 بیا.
Basta, hijo de puta. آه اینجا بشکه هست. چه جالب. بیاین. هنوز زنده‌ان. خدا بیامرزتت. خب اینم از این. آسون بود. اینیم بالا هم قطعا چیزایی هست. چقدر تیر کلت دارم. اینقدر که هر چقدر هم شلیک کنم بازم میمون. اوه این از دست میدادم. خب بپر پایین. بریم با اون کلیده اون ترن هوایی میگن، اون ترن هوایی رو روشن کنیم. ¡Os voy a romper a pedazos! خداحافظ. واقعا بازی به خودش چی فکر کرده؟ یک دشمن میذاره سر راه ما شوخی نداره مثل این. دمتون گرم. آخ این یکی خورد دیگه. وای نمیرم الکی. همش به خاطر تنبل بازی ها. خب از اینجا میپره. برم سوارشم تو اینا نیومدن. Goodbye. خب حالا اینجا دشمن نشته باشه. من کلا تنبلم، حال مبارزه ندارم. اونوری باید رفت. دستگاه سیف. خب اینجام اسپویل کنم براتون، یه باس داریم اگه اشتباه نکنم. اسپویل که کردم. وقتی این همه مهمات گذاشته قشنگ معلومه قرار دهنمون سرویس.
5 تا تیر شاتگان خب ارزششو داشت. اوه این یه دونه رو میذاریم بیرون دیگه چه کار میکنه داره یه دونه علکی فضا. اوه نو میشه رفت رو بالا سرش هم زد ولی خب چه کاری همینجا میزنم تو من بزنم که فرداست. ای 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 الکی نمردم. نزدیک بود روم بیفتم. یه لحظه فکر کرده بودم مردم. این کلبه یه چیزی رو فراموش کردم. شما بریم. لوئیس ای سینیوریتا، شما سیگار فندک ندارین؟ بلکه یکم حالم جا بیاد. نمونه کجاست؟ تازه از دست اونا خلاص شدم. در حقیقت داشتم میرفتم پیداش کنم. همش به خاطر عشقه. به نظرم خیلی خنده دار میاد. فقط عجله کن. چشم خانوم. این وسط چی به تو میرسه؟ یعنی تو برای کی کار میکنی؟ بعضی چیزا هست که بهتره کسی از اونا سر در نیاره. اینم یکی از اوناست. باشه، مهم نیست. میتونم حدس بزنم. اما مهم اینه که اون مرد و دوستاش از بین برن. بله چپتر 2 اگه اشتباه نکنم تموم شد. همین دیگه طولانی هم شد. بای بای.